درود همراهان عزیزم. امروز تصمیم گرفتم همزمان با خورشید گرفتگی امروزمون یه ریدینگ انجام بدم با این 4 تا دک قشنگ: د بودا تاروت، سلتیک المان تاروت و سلتیک اسپریت اوراکل و استارسید اوراکل. یه ریدینگ جالب و خوب داریم. چشماتون رو ببندین و گوش دل بسپارین به صدای کاسه تبتی. خب و با این گیاه سهیجمون یک بار دیگه من اینها رو تطهیر میکنم. میخوایم ببینیم که با انرژی امروز، این انرژی فوق‌العاده امروز، این کارت ها چی به همون میخوام بگم. البته چند تا سوال براش آماده کردم، ولی خب همزمان با معنی اون سوالا هم براتون میگم وقتی دارم معنی میکنم. امیدوارم که کارت ها پیغام قشنگی برامون داشته باشه. اول از دکه با تاروت میکشم. این خودش اومد، خیلی هم زیبا عزیزم. من قبل از اینکه شروع بفهم فیلم برداری کنم یک بار اینا رو تطهیر کردم، بر زدم و این دوست دارم این رو بکشم، احساس کنم. اینم این کارت زیبامون و ببخشید خیلی زیاد شد. جالبه من وقتی خودم تنهایی بر میزنم کارتا اینجوری از دستم نمیافته، ولی وقتی زمان فیلم برداری گاهی وقتا انرژی شما بالاست دوستای گلم. خب گرین فری. خب و اس اینو میخوام اکتیویت ارتس. خب دوستای گلم چه کارتای زیبایی. احساس میکنم ریدینگ خیلی جالبی بشه و چی میخواد به همون بگم. این خورشید گرفتگی برامون چی داره، چه پیغامای قشنگی داره. بریم با هم ببینیم. من کارتا رو میارم نزدیک و برم دفترچه این کارتا رو بخونم و براتون با توجه به نوع سوال و قرار گرفتنشون معنیشو همین الان زود براتون میگم. خب دوستای گلم شروع میکنیم از کارت اولمون، از کارت دفادر. برای این کارت من سوالی که در نظر گرفته بودم این سوال بود: خورشید گرفتگی چه چیزی رو در زندگی ما روشن میکنه که تا امروز نمیخواستیم ببینیم؟ خب این کارت برای این سوال واقعا به نظرم کارت جالبیه. وقتی به دفترچش مراجعه کردم و ترجمهش رو خوندم، داستان یه پدر پسره. پدر سیدارتا تلاش میکنه تا پسرش رو از واقعیت‌های ناخوشایند زندگی دور کنه. او میخواد همه چیز رو کنترل کنه، محیط رو امن کنه، دیوارها رو بالا میبره. حتی اجازه نمیده چیزی وارد دنیای پسرش بشه، دنیایی که اون براش ساخته. اما مسئله اینجاست: آیا این پسر از اون دنیا راضیه؟ آیا
توی اون دنیا میتونه خودش رو زندگی کنه، یا اینکه آیا آنچه قرار دیده شود برای همیشه پشت دیوار میماند یا نمیماند. خب در تصویرم ما این مردی رو میبینیم که در جایگاهش نشسته، یه مرد قدرتمند، کنترلگر، لباسهاش با شکوه، تاج گل، رنگهای قوی، همش نشان از اقتدار و کنترل توی این کارت کاملا نمایانه. اما پیام عمیق‌تر کارت درباره قدرت بیرونی نیست، درباره بخشی از خود ماست. فقط نمیخواد بگه بیرون داره تو رو محدود میکنه، میخواد در مورد خود تو هم بگه، در مورد این که وقتی در درون خودمون چیزی رو برای خودمون به صورت محدود کننده ساختیم. میدونیم که زمان تغییر رسیده، ولی نمیخوایم از اون نقطه امنمون خارج بشیم. خب ببخشید. خورشید گرفتگی اینجا میتونه چیزی رو آشکار کنه که مدتیه که از دیدنش فرار میکردیم. توی این انرژی میتونه برای ما لحظاتی به وجود بیاد که اون چیزی که مدتها به قول معروف زیر فرش پنهونش میکردیم بیاد بیرون. شاید حقیقت درباره یک رابطه، شاید درباره کار، خانواده، مسیری که انتخاب کرده ایم، یا حتی تصویری که از خودمون ساختیم. گاهی ما چیزی رو نگه می‌داریم نه به این دلیل که هنوز برایمان خوب است، بلکه چون آشناست، چون عادت کردیم، چون جرأت خروج از اون نقطه امنی که فکر می‌کنیم نقطه امنمونه رو نداریم. این کارت دقیقاً همین سوال رو مطرح میکنه. کجای زندگیت داری چیزی رو فقط به خاطر ترس از تغییر حفظ میکنی؟ و در معنی کارت یک نکته بسیار مهم وجود داره. وقتی بیش از حد به گذشته میچسبیم، جلوی تغییر را میگیریم. در واقع وقتی جلوی تغییر را گرفتیم، انرژی خلاق، سلامتی و نیروی زندگی را هم محدود می‌کنیم. پس اولین پیام از این گرفتگی، این خورشید گرفتگی، این نیست که فوراً چیزی را خراب کن یا کنار بگذار، بلکه پیامش اینه: اول حقیقت را ببین. آن چیزی را که مدت هاست می‌دانی، اما شاید هنوز حاضر نبوده‌ای که با آن کاملا روبرو بشوی. خب سوال کارت دوم، سوالش این بود: بعد از دیدن این حقیقت چه بخشی از خودمان باید دوباره بیدار شود؟ خب این کارت زیبا با رنگ زرد زیبا و لبخند زیبایی که بر لب داره، این انرژی که این کارت داره ناگهان احساس کنم انرژی ریدینگمون رو عوض میکنه. شما ببین رنگ‌های این خیلی قرمز، مشکی و یک صلابتی توی رنگ‌ها میبینیم. انرژی این کارت اولمون یه شخصیت مردانه است، تثبیت شده، قدرتمند، کنترلگر. ناگهان میایم به انرژی لطیف این بانو، این زن زیبا، رنگ‌های زیبای صورتی زرد و به یه انرژی زنانی جوان و روشن و کنجکاو و زنده میرسیم. کلمات اصلی این کارت در کتاب هم جالب هستن: خوشبین، هدفمند، کنجکاو، پر انرژی، آرمانگرا، باهوش و الهام بخش. اما چیزی که در تصویر خیلی مهمه و من خیلی در نگاه اول جذبش شدم، نگاه مستقیم این زنه، نگاه زیباش، لبخندش، صورتی که داره مستقیم به من هنوز بر اثر عملم گاهی وقتا دستم یک دفعه حسش رو از دست میده.
مستقیم داره به ما نگاه میکنه. و از پشت این کارت با این نگاهش انگار میخواد سوالی رو از ما بپرسه. میخواد به ما بگه اگه دیگه مجبور نباشی مطابق تعریف دیگران زندگی کنی، خودت چه چیزی رو انتخاب میکنی؟ پشت سرش قلعه قرار داره. قلعه پشت سر. این قلعه که برای من این ساختار قدیمی که نشون میده، این حس گذشته رو میده. حس اینو داره میده که گذشته رو پشت سر خودش قرار داده و این تفاوت کوچکی نیست. این کارت عنصر هواست. شمشیری هم که اینجاست همون نماد عنصر هواست. عنصر ذهن، حقیقت، تشخیص و تصمیم. بالای سرش هم این پرنده، 3 تا پرنده در حال پروازن. پرنده سفید که توی دفترچه مستقیم اشاره کرده به انتخاب هایی که باید روزی در عشق و با عشق انجام بده. پس این کارت فقط در رابطه با خوشبینی نیست. این کارت میتونه درباره یک حق انتخاب هم باشه. و توی دفترچه هم سوال خیلی قشنگی مطرح کرده بود. آیا لازم است خودت را از یک نقش، یک دروغ یا تعریفی که محدودت کرده آزاد کنی؟ من فکر میکنم این دقیقاً پل میان کارت اول و کارت دومه. کارت اول میگه ببین چه چیزی تو رو در وضعیت قدیمی نگه داشته. کارت دوم میگه حالا به یاد بیار که تو حق انتخابم داری. و نگاه کنید این سنگ کوارتز، این که در پیشانی این زن قرار گرفته، برای من حکم چشم سوم رو براش داره که میخواد بگه که به ما به شهود، عشق، لطافت و دریافت درونیت دقت کن. تو قرار نیست فقط با منطق تصمیم بگیری. شاید اگر ذهن تو روشن باشه صدای قلبت رو هم بشنو و بعد انتخاب کن. و کارت سوم. سوالی که برای کارت سوم در نظر گرفته بودم این بود: برای عبور از این گرفتگی چه چیزی باید رها شود؟ خب ادامه جالبیه. این کارت پری سبز، The Green Free. بعد از اون همه کنترل تو کارت اول، بعد از فکر و انتخاب در کارت دوم، حالا این کارت میاد. این کارت چی میگه؟ کمی رها کن. کلمات اصلیشو ببینید: شیطنت، آزادی، بی‌پروایی. خب در دفترچه پرسیده از شما آیا بیش از حد جدی شدی؟ آیا در یک وضعیت گیر کرده ای؟ آخرین بار کی واقعا خندیدی؟ بازی کردی؟ یا کاری انجام دادی که از آن لذت ببری؟ این کارت نمیگه مسئولیت ها تو کنار بگذار. حتی توی دفترچه تاکید میکنه که دلیل کاملا موجهی برای جدی بودن شرایطت داشته باشی. اما بهت هشدار میده در حالی که باید کارهاتو انجام بدی، بخشی از زندگی کردن رو از دست نده. تصویرم همینو میگه. انگار که این پری سبز آماده بازیه، آماده دویدنه، آماده لذت بردن از لحظهشه. میخواد در حالت کار نیست، در حالت ایستاده و رسمی نیست، در یک قالبیه که که زمین نشسته و بالاشو باز کرده، آماده پریدن، لذت بردنه. کارت اولمون تاج و جایگاه و ساختار و کنترل داره. اما کارت این پریمون اصلا چنین چیزی نداره. بالهاش بازه. طبیعت آزادی توی این کارت میبینی.
پاهاش برهنه است، لباس رسمی نداره. حتی عددش هم اینجا عدد 23 عددش 2 و 3 که جمع میشه 5. 5 انرژی تغییره، انرژی حرکته، انرژی شکستن وضعیت ثابت رو بعد از عدد 4 میاد. پس چیزی که باید رها بشه، چیزی که بهش فکر کردی، انتخاب کردی، حالا میتونی اونو آرام رها کنی. میتونه این شخص یا موقعیت نباشه، میتونه یه نسخه‌ای که بیش از حد کنترل شده هستش باشه، میتونه چیزی باشه که بیش از حد ما رو محدود کرده. ما باید اونو از خودمون رها کنیم. اون بخشی که مدام بهمون میگه این کار درست نیست، الان وقتش نیست، مردم چی میگن، آیا باید همینطوری ادامه بدم؟ این پری میگه بخشی از خودت را که زمانی آزادتر، سبکتر، کنجکاوتر و زنده تر بود دوباره به زندگیت برگردان. و خیلی قشنگ بود بعد از این خورشید گرفتگی چه چیزی رو باید ما مد نظر قرار بدیم، اون بخش قشنگمون رو برگردان. و حالا سوال آخرمو از دک استارسیت اوراکل پرسیدم، به خاطر اینکه دک کهکشانیه و میخواستم بدونم، سوالم این بود اگر این رهایی انجام دهیم، اینو درک کنیم، بهش برسیم، فکر کنیم، انتخاب کنیم و رهاش کنیم، این گرفتگی ما را به کدام مسیر هدایت میکنه؟ کجا میرسیم و به کجا باید برسیم؟ یعنی واقعا به نظرم یه پایان فوق‌العاده است. بازم پیام اصلیش این زیر کلمات کلیدیش که میبینید، مکانهای قدرت، خطوط انرژی زمین، لیلانس، به مسیری که به سوی آن هدایت میشوی اعتماد کن. خیلی جالب بود. خب در تصویرمون، من دوباره بیارم اینو بالا، در تصویرمون اینجا عزیزان یه دروازه سنگی میبینی، این نوری که از آسمون اومده و پشت این دروازه یه منظره معمولی نیست. جوریه که تو این کارت ما احساس میکنیم که آسمون و زمین و جهان دیگه انگار همه روی هم افتاده و این دروازه سنگی به جهانهای دیگه انگار یه آستانه دروازه که باز شده. و این دقیقا همون چیزیه که من توی این ادامه این ریدینگ بعد از این 3 تا کارت میبینم. عبور. نه اینکه تمام جوابا رو بدونیم، نه اینکه از قبل بدونیم که اون طرف دروازه چه چیزی منتظر ما. در حقیقت هنوز اینجا ما روی زمین هستیم. و نه اینکه باز هم در همان نقطه قبلی بمانیم، یک چیزی که در مرحله عبوره و نه اینکه بدونیم کجاست و نه در مرحله قبلی. جالبه نه؟ در دفترچه درباره لیلانس، خطوط نامرئی انرژی زمین صحبت کرده، مسیرهایی که مکانهای مقدس رو به هم وصل کرده و انرژی اون مکانها بسیار بالاست. بعد نکته بسیار زیبایی میگه گاهی وقتی با یک مکان یا زمین خاص ارتباط برقرار میکنیم، چیزی درون خود ما فعال میشود. پس من این کارتو به عنوان یک مکان جغرافیایی نمیخونم، بلکه میتونه درباره یه مکان، یه آدم، یه تصمیم، یه مسیر، یه کار، سفر، ایده یا حتی حالتی از بودن باشه که وقتی سمتش میری چیزی در درونت میگه اینجا درسته، اینجا جاییه که من باید باشم. شاید منطقش رو درک نکنی،
شاید هنوز اون حسی که باید تمام و کمال نداشته باشی، اما این کارت بهت میگه به اون حسی که تو رو به سمتش میکشه توجه کن. حالا عزیزانم وقتی این 4 تا کارت رو با هم دیگه کنار هم به صورت کلی نگاه میکنم، این مرد نشسته سنگین که برای خودش ساختار خودش رو ساخته، زنی که گذشته رو پشت سر گذاشته، نگاهش رو به آینده است، کارتی که دیگه قلعه‌ای و جاه و جبروتی نداره، به زمین چسبیده و آماده حرکته، و کارتی که دروازه عبور رو داره نشون میده. این داستان رو به ما میخواد بگه از ساختار به انتخاب و از انتخاب به آزادی و از آزادی به عبور میرسیم. حتی رنگ ها هم حرکت جالبی دارن. قرمز رنگ قدرت، طلایی و زرد روشنایی و آگاهی، سبز طبیعت، رهایی، بازگشت به زندگی، و کارت آخر آبی، ستاره ها، زمین، و بنفش، عبور از یک مرحله به افق بالاتر. و میخوام پیام نهایی این خورشید گرفتگی رو توی این ریدینگ بهتون به این صورت بگم عزیزانم. این گرفتگی نیامده که چیزی را به زور از تو بگیرد، آمده چیزی را به تو نشان دهد که دیگر نمیتوانی ندیده بگیری. ببین کجا فقط به خاطر امنیت، عادت، ترس یا تعریف دیگران به چیزی چسبیده‌ای که شاید برایت دیگر کار نکند. بعد از خودت بپرس اگر ترس نبود من چه چیزی را انتخاب می کردم؟ بخشی از خودت را که زیر مسئولیت، جدیت، فشار یا انتظار دیگران گم شده دوباره پیدا کن. و بعد لازم نیست تمام مسیر را از قبل بدانی. فقط قدم بعدی را ببین. چون کارت آخر نمیگوید بدان دقیقاً کجا می روی. میگوید به مسیری که به سوی آن هدایت می شوی اعتماد کن. شاید مهمترین پیام این 4 کارت همین باشد. قرار نیست همه چیز را کنترل کنی تا در مسیر درست باشی. گاهی مسیر درست دقیقاً زمانی خودش را نشان می دهد که دست از کنترل همه چیز بر می داری. کنترل، انتخاب، آزادی، همراستایی. شاید این همان دروازه‌ای باشد که این خورشید گرفتگی برای ما باز می کند. دوستتون دارم. به مادر زمین میسپرمتون. مراقب خودتون باشین و زندگیتون پر از انرژی های زیبا و دوست داشتنی.